به نام خدا. در این قسمت من دموی نحوه استفاده از محصول تبیولار فیچر کلاسیفیکیشن رو از مزرعه مدل های هوش مصنوعی خدمتتون توضیح میدم. مثالی که برای این دمو انتخاب کردم بلود انومالی هست که شامل 2 کلاس هست و هر کدوم از میتونم بگم کلاس ها تعدادی اگزمپل دارم. مجموع تعداد اگزمپل های من 2000 تا هست. ورودی من 10 بعدی هست، به این مفهوم که تبیولار فیچر من 10 بعدی هست. فرمت داده ورودی و خروجی من به شکل نامپای اره آماده شده و من حدود 20% از کل داده هام رو به عنوان داده ولیدیشن به شکل تصادفی در واقع در اختیار پلتفرم قرار میدم تا انتخاب بکنه و این اعتبارسنجی رو در آموزش انجام بده. برای انجام این پروژه نیاز هست که من سراغ در واقع نرم افزار مربوط به پلتفرم بشم. خب کافیه من در فضای وب آدرس modelfarm.ir/login رو در واقع وارد بکنم و نهایتاً وارد صفحه لاگین بشم و اینجا فون نامبر و پسورد خودم رو وارد بکنم و نهایتاً وارد نرم افزار بشم. خب مسلماً کاربرانی که قبلا اکانتی نداشتن نیاز هست که ساین آپ بکنن و با دادن اطلاعات لازم اکانت خودشون رو باز بکنن. بعد از اینکه من وارد نرم افزار شدم توی قسمت ها تو یوز میام سراغ محصول تبیولار فیچر کلاسیفیکیشن و این فایل توضیح رو در مورد این محصول مطالعه میکنه. در واقع یک توصیفی از این محصول در این در واقع فایل توصیفی اومده و همینطور نکات مهم راجع به این محصول توضیح داده شده. همینطور مراحل کار کردن با این محصول رو در حقیقت در اینجا شرح داده. خب در مرحله اول کاربر میبایست داده ها رو آپلود بکنه. داده های اون میتونه به 3 فرمت تبیولار فیچر CSV فایل و همینطور نامپای اره فایل و همینطور پایتورچ تنسور فایل به یک از این 3 فرمت در واقع در بیاد و استفاده کنه. مسلماً کاربر میتونه هم داده ورودی و هم داده خروجی رو در فایل های CSV ذخیره کنه که اینجا شرح داده شده به چه ترتیبی در واقع این اتفاق باید بیفته و داده ها ذخیره بشه در این فایل 2 فایل CSV ورودی و خروجی، یا اینکه میتونه با استفاده از نرم افزار زبان پایتون در واقع داده ها رو به شکل نامپای اره ورودی و خروجی یا پایتورچ تنسور ورودی و خروجی کاربر آماده بکنه. و در این قسمت محدودیت های مربوط به تعداد کلاس ها، تعداد داده ها و دایمنشن اونها اینجا آورده شده. در مرحله دوم کاربر میبایست بعد از آپلود کردن دیتا و پروواید کردن آپلود کردن دیتا به یه سری سوال در مورد محصولش پاسخ بده، در مورد مدلی که تقاضا داره پاسخ بده. اولین سوال اینه که چه سایزی از مدل رو میخواد انتخاب کنه و بعد فرمت داده ورودی و خروجیش به چه شکل است و نهایتاً از کاربر سوال میشه که آیا داده ولیدیشن بخصوصی رو میخواد استفاده بکنه یا نه ترجیح میده که در واقع پلتفرم در واقع بخشی از داده ترین رو به عنوان ولیدیشن استفاده کنه. بعد از اینکه مدل نهایی میشه و تقاضا نهایی میشه پلتفرم مدل رو میسازه و یک بسته مدل به سمت کاربر در واقع ارسال میکنه. در مرحله سوم این فایل توصیفی راجع به این بسته مدل و اجزاش، فایل ها و فولدرهاش توضیح داده شده و در مرحله چهارم در حقیقت در این فایل توضیح داده شده که چجور کاربر میتونه از بسته مدل استفاده کنه و برای استنتاج، ارزیابی و تفسیر مدلش برای داده های خصوصی و آزمون خودش استفاده بکنه که در واقع به شکل مفصلی اینجا توضیح داده شده. خب بعد از اینکه کاربر این فایل توصیف محصول رو مطالعه کرد میتونه سراغ پیج پروژکتس بره و در اونجا امکان تعریف یک پروژه جدید براش فراهم خواهد بود. ملاحظه میکنید در این صفحه
پروژه هایی که قبل از اون کاربر ممکنه کار کرده باشه آورده شده، اوردر نامبر، پروژکت تایتل و استاتوسش، و همینطور پکیج های ارسالی از طریق پلتفرم اینجا ذخیره شده و هر وقت بخواد میتونه اونها رو دانلود کنه. اما برای پروژه جدید نیازمند زدن کرییت پروژکت هست و بعد انتخاب یک نام. مثلا من نام بلوگ انومالی و تابیولار فیچر رو انتخاب میکنم و توی پروداکت هایی که توی این صفحه ملاحظه میکنید من میتونم کیورد تابیولار رو انتخاب کنم و یک دسته از محصولات که مربوط به تابیولار هست رو اینجا برام خلاصه میکنه. خب من تابیولار فیچر کلاسیفیکیشن رو انتخاب میکنم و مدل رو کرییت میکنم، پروژه رو کرییت میکنم. خب در مرحله اول من یه سری فایل باید آپلود بکنم، کافیه وارد پروژکت بشم و فایل هایی که از قبل ذخیره کردم برای این پروژه رو آپلود کنم. خب من توی ترین دیتا در واقع از فایل اطلاعاتی که از این مسئله داشتم 2 تا فایل نامپای ورودی و خروجی رو ساختم، input underline trail underline one.mpy و همینطور output underline trail underline one.mpy. خب اینو با زبان پایتون ساختم و نهایتا میتونیم اینها رو زیپ کنم و انتخاب کنم و آپلودشون بکنم. چون داده ها حجم بسیار کوچیکی دارن خیلی سریع آپلود میشن و من وارد مرحله بعد میشم. در نوار ترین تست اسپلیت از اونجایی که من داده ولیدیشن اختصاصی ندارم مشخص میکنم چقدر از داده من داده ترینه و چقدر از داده من داده ولیدیشن قرار بگیره، اون داده‌ای که من آپلود کردم. و بعد وارد مرحله سوالات میشم، میگه چه سایزی از مدل رو انتخاب میکنید. خب من میتونم اینجا مثلا سایز اسمال رو انتخاب کنم، اگرچه خیلی وقتا توصیه میشه از سایزهای کوچیک به بزرگ در واقع انتخاب بکنیم و به یه تریدافی از دقت و همینطور کاهش مدل سبک بودن مدل در واقع برسیم. خب بعد میرم سراغ سوال بعدی. ازم سوال میکنه که آیا در حقیقت فرمت فایل شما به چه شکل خواهد بود، که من از بین 3 فرمتی که توی فایل توصیفی تو قسمت هاتویز اومده نامپای اری فایل رو انتخاب میکنم، چون داده هام به همین شکل انتخاب و آپلود کرده بودم. و نهایتا در سوال بعدی ازم پرسیده میشه که آیا میخواید داده ولیدیشن خاصی رو انتخاب کنید، که باز من میگم خیر، چون میخوام داده ولیدیشن و داده ترینم به شکل تصادفی انتخاب بشه. و نهایتا سوالات که به اتمام رسید از من میخواد که آیا شما مطمئنی از انجام این پروژه، که من با زدن دکمه نکست جواب بله رو میدم و به میگه که یک یونیت محاسباتی هم از شارژ شما کاسته خواهد شد که بر ترتیب من این هزینه رو قبول میکنم و پروژکت رو کرییت میکنم. خب با زدن دکمه کرییت در واقع داده ها برای پلتفرم نهایی ارسال میشه، مشخصات مربوط به مدل ارسال میشه و پلتفرم شروع به ساخت مدل میکنه. خب ملاحظه میکنید یه اوردر نامبر 10320 بهش نسبت داده، این هم پروژکت تایتلی است که انتخاب کرده بودیم و مدل در حال پروسسینگ قرار میگیره و احتمالاً زمان زیادی طول نخواهد کشید که پکیج مدل من باز ارسال میشه و من میتونم اون رو دانلود کنم. منتها چون من از قبل این کار رو کرده بودم میتونم سراغ پکیج مدلی برم که از قبل دانلود کردم و بقیه مراحل رو اونجا شرح بدم. خب ملاحظه میکنید که داخل پروژه بلوت انومالی یه مدل پکیجی دارم که 2 تا فولدر داره. در واقع این 2 فولدر همون 2 فولدر پکیج مدلی هستش که برای من از طریق پلتفرم ارسال میشه. یه فولدر اینفورمیشنه که اطلاعات کلی راجع به مدل آموزش داده شده به من میده. فایل تکست مدل سامری، لایه ها،
شیپ در واقع آرایه های داخل لایه ها و تعداد پارامتر لایه ها و همینطور تعداد پارامتر کل مدل رو برای من اینجا اعلام میکنه. مدل یک فایل CSV دارم که با باز کردن اون میتونم در حقیقت اطلاعات اکورسی داده ترین و تست و همینطور لاس داده تست و ترین رو به ازای ایپاک های آموزشی اینجا ملاحظه کنم و دریافت کنم. همینطور در فولدر لاس اکورسی پلات من میتونم پلات اکورسی داده ترین و تست رو به ترتیب با خطوط آبی رنگ و قرمز رنگ ملاحظه کنم در حدود 30 خورده ایپاکی که این در واقع آموزش طول کشیده. همینطور میتونم پلات مربوط به لاس داده ترین و ولیدیشن رو به ترتیب با خطوط آبی رنگ و قرمز رنگ اینجا ملاحظه بکنم. اما در فولدر هدوان من اطلاعات بیشتری از مدل و شاخص ارزیابی اون به دستم میاد. یک کانفیوژن ماتریکسی که برای این دوتا کلاس برای من ارائه شده به شکل یک شکل در واقع JPEG و همینطور یک فایل تکستی که در اون شاخص های پریسیژن، ریکال، افان اسکور و همینطور اکورسی و همینطور متوسط این شاخص ها به من داده شده. همینطور محتوای کانفیوژن ماتریکس اینجا در حقیقت به شکل تکست داده شده به من. در کنار فولدر اینفورمیشن یه فولدر اینفرنس داریم که دو تا ساب فولدر پایتون آنیکس و پایتون اسکریپت داره. در داخل پایتون آنیکس در واقع مدل آنیکس من قرار داره که با CPU کار میکنه و همینطور سه تا فایل اجرایی مین اینفرنس، مین هیتمپ و مین اولویت که به ترتیب برای استنتاج، تفسیر و ارزیابی مدل هم با داده های آزمونی که کاربر مشخص میکنه رو اجرا خواهد کرد و به من خواهد داد اطلاعات لازم رو. همینطور در ساب فولدر پایتورچ اسکریپت یک مدل اسکریپت به من داده شده که میتونه هم با CPU کار کنه و هم با GPU. کافیه من زبان پایتون رو انتخاب بکنم، با آیدی مناسبش رو نصب کنم و بعد از اون طریق فایل های اجرایی رو انجام بدم. اینجا مین اینفرنس و مین اولویت دو تا فایل در واقع پایتونی هستن که من میتونم باشون کار ارزیابی و همینطور استنتاج مدل رو باهاش انجام بدم. خب من قبل از این که برم سراغ مرحله چهارم و بحث استنتاج evaluation و اینترپریتیشن رو انجام بدم، لازمه که داده های آزمونم رو که از قبل آماده کردم رو انتخاب کنم و در داخل ساب فولدرها قرار بدم. داده آزمون من بایستی به همون فرمتی که داده ترین من آماده شده آماده بشه و اسمی هم که برای داده ورودی و خروج انتخاب میشه اینجا بر اساس اون توضیحی که توی قسمت ها توی این محصول آوردم اینپوت آندرلاین 1 و آوتپوت آندرلاین 1 خواهد بود و من کافی داخل پکیج مدل برم و داخل این ساب فولدرها قرار بدم. سراغ آیدی پایچار میرم و سعی میکنم فایل ها رو اونجا اجرا بکنم. خب اون سه فایل، خب من چون ساب فولدر آنکس رو انتخاب کردم اصلا میخوام با CPU کار کنم، سه فایل اصلی مین اینفرنس، مین هیتمپ و مین اولویت رو بارگذاری میکنم و به ترتیب اجراشون میکنم. با اجرای مین اینفرنس در واقع استنتاج مدل بر اساس داده های آزمون قرار میگیره انجام میشه. خاطرمون باشه که من صرفا با داده ورودی میتونم مین اینفرنس رو انجام بدم، منتها اگر بخوام کار ارزیابی مدل ما انجام بدم اصولا باید داده خروجی رو هم قرار بدم. خب با اجرای داده مین اینفرنس استنتاج انجام میشه و من کافی وارد پایتون آنکس بشم. ملاحظه میکنید دو تا فایل CSV predicted output underline label underline 1 تولید میشه که برچسب های پیش بینی شده من به ازای داده های آزمون رو شامل میشه و همینطور یک فایل نامپای هستش که اصولا پیش بینی من به شکل احتمال هر کلاس درش ذخیره شده. این هم در واقع اون فایل CSV هستش.
اگر بخوام مدلم رو ارزیابی بکنم کافیه سراغ مین ایوالویت برم و اون رو اجرا بکنم. چون داده خروجی دارم این کار انجام میشه و ملاحظه میکنید که بعد از انجام این کار من یک فولدری به نام هدوان دارم که در اون برای داده های آزمون کانفیوژن ماتریکس و همینطور اطلاعات اکورسی F1 اسکور و پریسیژن و ریکال به ازای کلاس ها به شکل اوریج برای من برای داده آزمون ارائه شده و هر بار که بخوام داده آزمونم رو میتونم عوض بکنم و برای داده آزمون جدید این دوتا فایل اینفیرنس و ایوالویشن رو بزنم و عملا به استنتاج و ارزیابی مدلم برسم. اما مین هیت مپ میتونه به من قدرت تفسیر مدل هم بده. در مورد محصول تبیولار فیچر تفسیر مدل به این شکله که یک پلات رو به من میده با اجرای این فایل برای اگزمپل بخصوص که اون پلات مشخص میکنه که هر کدوم از ورودی‌ها چه ارزشی در پیشبینی برچسب خروجی به من خواهند داد. خب من اگزمپل یک رو میتونم انتخاب کنم از بین داده های آزمونم. متغیرهای کلیدی گرید سایز نود ویدث، گرید سایز نود هایت و همینطور گرید سایز ماسک ویدث و گرید سایز ماسک هایت از قبل تنظیم شدن. من برای محصول تبیولار فیچر کلاسیفیکیشن اینها رو تنظیم نمی کنم و اصولا برای این محصول این تنظیمات اصولا خیلی مهم نیست تنظیمشون، چون به طور کلی هیت مپ برای داده فیچر کلاسیفیکیشن صرفا بر اساس ارزش گذاری تک تک ورودی ها انجام میشه که فقط کافی اگزمپل رو من مشخص کرده باشم. اینجا اگزمپل وان رو من مشخص کردم. خب اگر این فایل رو من در واقع ران بکنم پلتفرم برای من هیت مپ مربوط به این مثال بخصوص که انتخاب کردم رو به این مفهوم که مشخص میکنه که در پیشبینی خروجی این مثال ورودی ها چه نقشی داشتن. کافیه سراغ پایتون آنکس برم. فولدر هیت مپ هدوان اگزمپل وان در حقیقت فولدریه که تولید شده. توی فایل CSV این فولدر مشخصاً لیبلی که پردیکت شده و کانفیدنسی که از پیش بینی وجود داره اینجا آورده شده و همینطور در یک فایل دیگه ای که در واقع فایل فیچر هست ارزش تک تک ورودی ها در پیش بینی مشخص شده. مثلا اسکور ورودی صفر هست، به عبارتی انگار ارزشی در پیش بینی نداشته. بالاترین ارزش هم مربوط به ورودی های 8 و 9 که اسکور 1 گرفتن. به عبارتی کاربر میتونه مشخصاً اینکه چقدر مدل در واقع تولید شده پلتفرم در پیش بینی مربوط به اگزمپل وان ورودی های مختلف رو دخالت داده آگاه بشه و نسبت به اونها در واقع تفسیر ایجاد بکنه. خب من این بحث اینفیرنس و ایوالویشن رو میتونم حتی با مدل اسکریپت انجام بدم، اگرچه بحث اینترپریتیشن و تولید هیت مپ صرفاً با مدل آنکس انجام میشه. سرالی من مراحل چهارگانه کار کردن با این محصول رو توضیح دادم. امیدوارم که توضیحات من دریافت خوبی رو برای شما ایجاد کرده باشه و خوشحال میشم که ویدیوهای بعدی راجع به محصولات دیگه رو هم دنبال بکنید و امید دیدار شما.